مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 13 ایون سال 2022 از انجام تفتیش پیشکی و در پی تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن پرونده فیروز اسنوف زمینساز جماعت شهرک بختاریان نویه کوشانیان خبر داد. او بر اساس قسم 4 ماده 247 و ماده 338 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان به قلابی و فروش غیر قانونی قطع زمین عیبدار می شود. اسنوف فیروز رحمتوویچ که در وظیفه سرمتخصص مهندس زمینساز جماعت شهرک بختاریان نویه کوشانیان کار کرده، در دوام فعالیت کاریش با روی فریب و سوء استفاده باوری در 3 حالت از شهروندان مبلغ عمومی 100,000 سومانی گرفته به منفعت شخصیش استفاده نموده است و به آنها غیر قانونی قطعه زمین جدا کرده داده است. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی وابسته به حالت مذکور نسبت به اسنوف فیروز رحمتوویچ بر اساس ماده های 247 قسم 4 بند ب و 338 علاوه 1 قسم 2 بندهای ا و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد به انجام رسانیدن تفتیش پیشکی آن با تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به سود ارسال کرده شد. به زمینساز امکنون سابق جماعت شهرک بختاریان بر اساس قسم 4 ماده 247 همچون جزا برای قلابی جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 12 سال تهدید میکند. همین طور بر اساس ماده 338 علاوه 1 به او برای فروش غیر قانونی قطع زمین با استفاده از وکالت‌های منصبی جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای حسابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. فروش قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های از همه فساد زده تبدیل یافته است. رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردش تاجیکستان عارف خواجه‌زاده نیز در یک نشست خبریش اعتراف کرد که زمین امروز در تاجیکستان موضوع بحث رقم 1 شده است. هر سال در تاجیکستان دهها منصبدار را هنگام گرفتن پوره در عوض وعده جدا کردن قطع زمین به شهروندان دستگیر میکنند، ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص میشوند.